به نام خدا. بعد از اینکه برنامه‌تون رو به صورت کامل نصب کردید، آیکون نرم افزار روی صفحه مانیتور شما نمایش داده میشه. با استفاده از اجرای این آیکون میتونید نرم افزارتون رو اجرا بکنید. در صورتی که این پیغام برای شما نمایش داده بشه، یعنی نسخه جدیدی از نرم افزار روی سرور قرار داده شده. این نرم افزار به صورت خودکار 5 و 20 هر ماه نسخه جدیدی از اون ارائه میشه که اشکالات احتمالی اون رفع شده، امکاناتی به نرم افزار اضافه شده و یه سری تغییرات که توی هسته نرم افزار ایجاد شده به صورت خودکار نرم افزار شما آپدیت میشه. وقتی برنامه رو برای اولین بار اجرا میکنید، اول باید تنظیمات اتصالات شبکه رو کلیک بکنید. آی پی کامپیوتر سرورتون رو اینجا وارد میکنید و ذخیره رو کلیک میکنید. با این کار نرم افزار شما فعال میشه و به شبکه‌تون وصل میشه. با وارد کردن نام کاربری و رمز عبورتون میتونید وارد برنامه بشید. در صورتی که برنامه رو برای اولین بار اجرا میکنید، نام کاربری و رمز عبور هر دو 0 هستند.